کلمه اولی که در خدمتتون هستم کلمه توتوریال هست که همینطور که می‌بینید توتوریال یک نون یا اسم هستش و در واقع تلفظ بریتیش و امریکنش با هم متفاوت هستش. تلفظ امریکنش توتوریال. همینطور که می‌بینین توتوریال دو تا معنی داره. معنی اولش یک دوره آموزشی هست که در تاپیک education تقریبا میشه گفت لغت سطح بالایی حساب میشه، جزء طبقه بندی B2 محسوب میشه. همونطور که خدمتتون گفتم این کلمه نون هست و از نوع countable قابل شمارش. خیلی مهم هستش که شما به املا و قابل شمارش بودن یک کلمه وقتی اسم هستش توجه داشته باشین. مثالی که الان داریم students have to write an essay for each weekly tutorial. دانش آموزان باید برای هر دوره آموزشی هفتگی یک مقاله بنویسن. شما کلمه توتوریال رو میتونین با صفتهای گروپ و ایندیویژوال استفاده بکنین. گروپ توتوریال، ایندیویژوال توتوریال. فعل هایی که میتونین باهاش بیارین have، prepare for and go to هستش. با این سه فعل شما میتونین توتوریال رو به کار ببرین. خیلی کمکتون میکنه که هم کالوکیشن ها رو خوب یاد بگیرین، همین که توی جملات از فعل درست استفاده بکنین، از صفت هایی که مرسوم هست استفاده بکنین. و پریپوزیشنی که حرف اضافه‌ای که باید براش استفاده بکنین at، during و in هست. سه تا پریپوزیشن شما میتونین براش بیارین. For example during the tutorial، در طی دوره آموزشی. بنابراین باید به پریپوزیشن هاش هم توجه داشته باشین. اما معنی دوم این کلمه توتوریال دوره آموزشی هست همچنان، اما مبتنی بر کامپیوتر. یعنی یک کتاب کوتاه یا یک برنامه کامپیوتری که یک اطلاعاتی رو به کسی میده که جنبه آموزشی هم داره میتونه معنی دومش باشه. تاپیکش کامپیوتر هستش. اینجا استفاده از لغت توتوریال توی این تاپیک لول اپ‌تر هستش و توی دسته‌بندی C2 قرار گرفته. اینجا هم خب طبیعتا نون هست و countable. بنابراین وقتی countable شما باید توجه داشته باشین که قبلش یا حروف تعریف ا بیارین یا د. و خب وقتی هم جمع هست که اس جمع میگیره. tutorials for example. An online tutorial is provided. یک آموزش آنلاین تهیه شده است، ارائه شده است. An online tutorial is provided. وقتی توی این تاپیک استفادهش میکنین از ادجکتیو های همین آنلاینی که اینجا هست excellent، good و detailed با جزئیات میتونین استفاده بکنین. توسط فعل های include، offer، provide هم میتونین بیاریدش. For example my site offer some online tutorial. بس از این سه فعل هم میتونین براش استفاده کنین. اینجا پریپوزیشنی که میتونین براش بیارین آن هست، یعنی بعد از توتوریال میتونین آن بیارین. For example an online tutorial on learning essential vocabs. یک دوره آنلاین در مورد learning essential vocabs، آموزش لغات ضروری.